بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. عن ابی عبدالله علیه السلام اذ قد بلیت الامة براء مثل یزید ولقد سمعت جدی رسول الله یقول الخلافة محرمة على آل ابی سفیان. روز دوم ماه محرم هست امروز و خوب است یک مروری داشته باشیم بر اینکه انگیزه امام علیه السلام در این حرکت چه بود و امام حسین سلام الله علیه چه هدفی رو دنبال می‌کردن، بدون اینکه ما خودمون تحلیل بگذاریم روی نهضت امام حسین. بایستی به سراغ فرمایشات خود حضرت برویم و ببینیم خود اون بزرگوار در رابطه با موضع گیری و برخوردی که داشتن با قدرت حاکم در اون زمان علت چه بوده، چرا اینطور برخورد کردن. مستحضرید نیمه ماه رجب سال 60 معاویه در شام از دنیا رفت. قبل از آنی که نوشتن از دنیا برود خودش احساس کرد مرگش فرا رسیده. این اشعار رو نسبت دادن به او و ظاهراً مسعودی این اشعار رو در مروج الذهب نقل کرده که می گفت فیا لیت لم اعنف فی الملک ساعة ولم اک فی اللذات اعش النواظر کنت کذی طمرین عاش ببلغة من الدهر حتی زار اهل المقابر. معمولا حکام طاغی لحظات آخر همین حرفشونه، همین زبان حالشونه یا زبان قالشونه. راجع به عبدالملک مروانم ابن اسیر در این تاریخش نقل میکند لحظه مرگش که فرا رسید دستور داد، گفت این پنجره قصر رو باز کنید. پنجره قصر رو باز کردن، به طرف رودخانه نگاه کردید یک راعی غنمی، یک گوسفند چرانی چند تا گوسفند رو دارد میچراند. گفت ای کاش من این راعی غنم بودم و عبدالملک نبودم. یا گازاری رو دید مشغول شستن لباس کنار رودخانه، گفت ای کاش من این گازر بودم و عبدالملک و خلیفه نبودم. ابن اسیر ذیل این عبارت ایشون یک مطلبی رو نقل کرده، میگوید که سزاوار است عبدالملک چنین تمنایی رو داشته باشد.
یک کسی که یکی از سیئات او حجاج ابن یوسف ثقفی است. یکی از سیئات اوست. حجاج از طرف عبدالملک فعال مایشاء بود در عراق، در واسط. بایستی چنین تمنایی رو داشته باشه. حالا معاویه هم در لحظات پایانی عمرش همین تقاضا رو کرد. گفت فیا لیت لم اعنف الملک ساعتا، ای کاش من در راه رسیدن به قدرت حتی 1 ساعت گام بر نمی داشتم، من رو اعانت نمی کردن که من به ملک و قدرت برسم. ولم اکو فی اللذات اعش النواظری، وقتی از لذات دنیا من بهره مند می شدم کور و نابینا نبودم. و کنت کذی قمرین عاش ببلغة، ای کاش من همانند کسی بودم که به اصطلاح به اقل ما یمکن به قوت لایموت اکتفا میکرد و همینطور زندگی رو میگذران من الدهر حتی زار اهل المقابری، تا اینکه به پایان عمر برسه. معمولا تمنای افراد طاغی و ستمگر به آخر خط زندگی که میرسن این هست. اینجا یه نکته خیلی لطیفی از برخی از دانشمندان همون عصر نقل شده. بگن وقتی این سخن عبدالملک رسید به یکی از علمای اون عصر، گفت خدا را سپاس می‌گزارم که اونها در لحظه پایانی عمر تمنای زندگی ما رو دارن که ما در فقر و مسکنت زندگی می‌کنیم، اما ما در پایان عمر تمنای زندگی اونها رو نداریم. در هر حال معاویه رسید به آخر خط زندگی، خودش احساس کرد مرگش رسیده. دخترهاش کنار بسترش نشسته بودن. یه مرتبه گفت کم بیننا و بین قوطه. قوطه همون به اصطلاح تو دمشق. دخترش فهمید که دارن هذیان میگوین، فریاد زد. یه مرتبه به خود آمد، گفت چرا فریاد زدی؟ گفت تو این جمله هذیان رو گفتی. علی ای حال هلاک شد، از دنیا رفت. یزید حضور نداشت در دمشق، رفته بود در حوارین. ضحاک بن قیس فهری دستور داد معاویه رو غسل دادند و کفن کردند و کفناشو آورد، گفت این کفنهای خلیفه شماست، او رو میگذاریم و با عملش نماز خوندند و دفنش کردند. یزید که آمد بر قبر باباش نماز خوند، باباشو دفن کرده بودن. اما بلا درنگ یک نامه رو برداشت نوشت برای حاکم مدینه ولید ابن عتبه. این ولید ابن عتبه ولید ابن عتبه ابن ابی سفیانه، پسر عموی یزیده، برادرزاده معاویه بوده. ایشونو حاکم مدینه گذاشته بود. نوشت برای او که از مردم مدینه بیعت بگیر، بالخصوص از حسین ابن علی و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر، بیعتی که لیس در اون بیعت رخصتا، به همین تعبیر اینو فرستاد. اینجا یه نکته‌ای هست تو تاریخ نقل شده، جالبه عرض کنم. روز نیمه ماه رجب میثم تمار سلام الله علیه،
این انسان شایسته اهل ولاء از اصحاب سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه با یک عده‌ای در کوفه سوار بر کشتی بودن تو فرات. آب زیادی بود و وسط آب یه مرتبه میثم نگاه کرد، دید یک باد تندی، یک طوفانی وزیدن گرفت. یه تأملی کرد و توجهی کرد به این باد تند و طوفان، رو کرد به کسانی که تو کشتی سوار بودن، گفت این باد و این طوفان یک پیامی داره. گفتن پیامش چیه؟ گفت پیام این طوفان این است که همکنون در شام معاویه هلاک شد. گفتن غیب میگویی؟ گفت یادداشت کنی. در خطبه 174 نهج البلاغه سید رضی رحمت الله علیه این خطبه را از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرده. حضرت میفرماید والله لو شئت ان اخبر كل رجل بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت ولكن اخاف ان تکفروا فی برسول الله. من اگر بخواهم بگویم هر انسانی چه وقت متولد شده، چه وقت میمیره، خاطرات زندگی او چیه، همه رو میتوانم بگویم. در یه خطبه دیگر میفرماید فرقه‌ای که گمراه میشن، فرقه‌ای که هدایت میشن تا روز قیامت همه رو میتونم بگم، اما هراس این امر رو دارم که کافر شوید به رسول خدا، تکفروا فی به رسول الله. لکن من این اسرار رو برای خواص از اصحابم گفتم. یکی از اون خواص میثم تماره، یکی از اون خواص رشید حجری است، یکی از اون خواص حبیب ابن مواهر اسدی است، یکی از اون خواص عمرو ابن حمق خزاعی است. اینها اصحاب سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودند. میثم تمار این خبر رو داد، تاریخ رو یادداشت کردن. بعد از یه مدتی چون فاصله بین شام تا کوفه خیلی زیاده، برید بایستی بیاد خبر بده. بعد از یه 10 روزی مثلا برید از شام آمد کوفه، خبر هلاکت معاویه رو روز نیمه ماه رجب داد. یزید نامه فرستاد برای حاکم مدینه ولید ابن عتبه و از او خواست که از مردم مدینه بیعت بگیرد، بالخصوص از حسین ابن علی و از ابن عمر و ابن زبیر، از اینها بیعت بگیر. و تأکید کرده بود، تو برخی از نقلها آمده تأکید کرده بود اگر با بیعت با من موافقت نکردن این 3 نفر، هر 3 نفر رو به قتل میرسون. ولید ابن عتبه وقتی نامه رو از یزید دریافت کرد، با مروان ابن حکم میانه خوبی نداشت، با هم ارتباطشون ارتباط خوبی نبود، چون معاویه او رو عزل کرده بود و برادرزادش رو گذاشته بود در مدینه.
اما در این ماجرا دید نیازمند به یک مشورت این مطلب رو با مروان در میون بگذارد و نظر او رو بگیره در این رابطه. فرستاد دنبال مروان آمد، نامه یزید رو خوند، چون خبرها در گذشته از طریق دارالاماره منتشر می شده و به مردم می رسیده. خبر رو خوند و گفت این خبر مرگ معاویه است، اینم دستور یزیده، چیکار کنم؟ گفت راهکار این است که این 3 نفر رو همکنون احضار کنی در قصر و از اونها بخواهی و مطالبه کنی که بیعت کنند. اگر بیعت کردن، اگر بیعت نکردن همینجا هر 3 رو به قتل برسونی، هر 3 رو بکشی. ولید نوه عثمان رو، یک شخصی بود نوه عثمان ابن عفان رو، یه نوجوانی بود، پسر عمرو ابن عثمان رو فرستاد، گفت برو سراغ این 3 نفر و این 3 نفر رو احضار کن. آمد تو مسجد رسول خدا، دید امام حسین سلام الله علیه و ابن زبیر اینها نشستن. گفت عجیبا الامیر، امیر رو اجابت کنید، امیر شما رو خواسته. امام حسین سلام الله علیه وقتی این خبر رو شنید، عبدالله ابن زبیر به حضرت عرض کرد که آقا این وقت ملاقات امیر نیست، این وقتی نیست که ایشون کسی رو به حضور بطلبه. چی شده؟ حضرت فرمودن اظن ان طاغیتهم قد هلک، من به نظرم میرسه که معاویه هلاک شده و یزید خواسته از ما بیعت بگیره. ابن زبیر تفره رفت، گفت میام حالا و 1 ساعت و اینها. اما امام حسین سلام الله علیه حرکت کردن، آمدن، عده‌ای از بنی هاشم رو برخی نوشتن، حدود 20 نفر یا 30 نفر از بنی هاشم رو همراه خودشون برداشتن، فرمودن شما همراه من بیایید کنار قصر، من وارد قصر میشم، اگر صدای من رو شنیدید وارد بشید. حضرت تشریف بردن قصر. ولید ابن عتبه نامه یزید رو برای حضرت خوند، مروان هم حضور داشت. حضرت وقتی نامه رو شنیدن خونده شد، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام. فاتحه اسلام رو بایستی خون. حکومتی که در رأسش یزید ابن معاویه باشد بایستی فاتحه اون اسلام خونده شود. مروان به ولید گفت همین جا از حسین بیعت بگیر و اگر بیعت نکرد همین جا اضرب عنقه، گردن حسین رو بزن، همینجا دستور بده گردن حسین رو بزنن، من متکفل میشم، مسئولیت رو من میپذیرم. امام حسین سلام الله علیه تا این جمله رو شنید، خب حضرت در شجاعت امام حسین نقل کردن گاهی می شده ابی عبدالله همین مروان رو در زمانی که استاندار مدینه بوده امامش رو به گردنش بسته و اون رو کنار دیوار گذاشته، وقتی میخواسته خلاف بگه بلند شدن فرمودن یبن الزرقا انت تقتلنی، تو میخوای من رو به قتل برسونی؟
صدای حضرت که بلند شد، یاران حضرت که بیرون قصر بودن وارد قصر شدن و مسئله تمام شد و حضرت آمدن بیرون و مروان رو کرد به ولید، گفت چرا حسین ابن علی رو نکشتی؟ دیگه دسترسی بر حسین پیدا نخواهی کرد. ولید ابن عتبه یه آدم آرامی بود. بعضی از افراد از نظر روحیه آدمای آرامی هستن و خردمند، با درایت، عمق نگر. گفت هر کسی که روز قیامت بیاد و خون حسین ابن علی در کفه ترازوی او باشه، کفه ترازوی حسناتش سبکه. من نمیخوام اونطور آدمی باشم که حسین ابن علی رو بکشم و قتل حسین ابن علی تو نامه من نوشته بشه. گفت خب اگه این رأیت بوده خب خودت میدونی. اما ناراحت بود مروان که چرا کار رو یکسره نکرد. امام حسین سلام الله علیه از مجلس بیرون آمد. من این نکته رو عرض کنم و رفع تصدیق کنم. فردای اون روز مروان تو مسیر امام حسین رو دید و به امام حسین اینطوری گفت یا حسین انی لک ناصح، من میخوام شما رو نصیحت کنم، بیا بیعت کن، اگر بیعت نکنی مشکل برات پیدا میشه. حضرت این جمله رو فرمود از قد بلیت الامة براء مثل یزید. امروز دیگه رهبر مردم و راعی مردم یزید شده. من از رسول خدا شنیدم خلافت بر آل ابی سفیان حرامه. یزید بشه رهبر مردم. نحن من اهل بیت النبوه و معدن الرساله و یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحرمه مثلی لا یبایع مثله. من با او بیعت نخواهم کرد. و این عبارتهای حضرت خوب نمایانگر هدف امام حسین سلام الله علیه که حضرت چه هدفی رو تعقیب میکردن. بقیه مطالب رو انشاءالله میگذاریم برای فردا و من فردا دنباله این مطالب رو عرض خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دیشب امام حسین در مسیر راه بودن، ولو شبها رو حضرت توقف می‌کردن، ولکن دیروز عصری از قصر بنی مقاتل حرکت کردن و شب رو تو مسیر بودن. یک جریان دیشب اتفاق افتاده، اجازه بدید من اون جریان رو عرض کنم، این مقدمه روزه من باشه. یک شخصی است به نام عقبة بن سمعان. بعضی از جریانات کربلا و حوادث کربلا رو این آقا نقل کرده. ناقلین حوادث کربلا یک نفر نبوده، تنها محمد ابن مسلم، عرض می شود که حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم نیست، او یکی از ناقلینه. یکی از ناقلین قضایای کربلا قرة ابن قیس حنظلی است. یکی از ناقلین کربلا هم همین شخصه، عقبة ابن سمعانه. این غلام ربابه و ایشون کشته نشده، مونده. ماجراش یه وقتی عرض خواهم کرد در طول این ایام. ایشون بعضی از اتفاقاتی که در کربلا رخ داده ایشون نقل کرده، من جمله این مطلبی که عرض میکنم. شب دوم محرم، آخرین شبی که امام علیه السلام در مسیر بودند و
راه رو میپیمودن تا به کربلا برسن، ایشون میگه من اسبم، سوار بر اسب بودم. این طرف حضرت علی اکبر سلام الله علیه هم این طرف حضرت امام هم سوار بر اسب بودن، نه سوار بر شتر. تو این روایت هست که سوار بر اسب بودن، وسط بودن، در مسیر راه بودیم می آمدیم. خفق علیه السلام و هو علی وحر فرسه ثم استیقظ فقال انا لله و انا الیه راجعون. میگوید همینطوری که امام حسین سوار بر اسب بودن، این سر مبارکشون رو یه لحظه گذاشتن جلوی زین اسب، یه مختصری خوابشون برد، سرشون رو برداشتن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله رب العالمین. هم حمد کردن، همین آیه رو تلاوت کرد. حضرت علی اکبر به پدرشون عرض کردن بابا مما حمدت و استرجعت، بابا چرا حمد کردی؟ چرا آیه استرجاع رو خوندی؟ چی شده مگه؟ فرمود بنیه من الان خوابم برد، فاذن بمناد ینادی هؤلاء القوم یسیرون والمنایا تسیر الیهم. به مجردی که خوابم برد دیدم یه منادی ندا میده که این قافله دارن میرن، مرگم به سراغ اینها میاد. خب یک جوان بهش گفته بشه تو داری با پای خودت به طرف مرگ میری. خیلی این مسائل مقتل مسائل عجیبی است و اینا بایستی مطرح بشه، اثر داره اینا. گفت حضرت علی اکبر عرض کرد یا ابا الاسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ این استفهام حقیقی نیست. میدونه حضرت علی اکبر کسی است که روز عاشورا فرمود نحن و بیت الله اولا بالنبی، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی. یعنی چی بزرگواری است. اما این استفهام باید تو تاریخ بمانه، مردم بدونن، این سوالها و پاسخها مطرح بشه. یا ابا الاسنا علی الحق، حضرت فرمود نعم یا بنیه والذی الیه مرجع العباد، به اون خدایی که بازگشت همه بندگان به سوی اوست ما بر حقیم. گفت بابا اذن لا ابالی ان نموت محقین، با کی نیست که ما کشته بشیم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. امروز امام حسین خاک کربلا رو برداشت، فشمها و قال بهذه التربه وعدنی جدی رسول الله. ابتدا تنفس السعدا، یک آهی کشید حضرت، فرمود به همین تربت وعدنی جدی رسول الله. نصر ابن مزاحم در واقعه صفین نقل کرده امیرالمومنین به جنگ صفین میرفت، به زمین کربلا رسید، دیدم حضرت با دستشون اشاره میکنند، میفرمایند اینجا محل نزول اونهاست. گفتم آقا چی؟ فرمود
اشاره کرد به زمین، فرمود واهن لک ایتها التربه لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنة بغیر حساب. ای خاک، ای تربت، از تو کسانی محشور می شوند که روز قیامت بدون حساب وارد بهشت می شوند. اشاره به زمین کرد. ابن عباس میگه دیدم آقا داره گریه میکنه. همین سرزمین کربلا حضرت امیر دیدم گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ فرمود خوابم برد در این سرزمین، دیدم حسینم میان خون دست و پا. السلام علیک یا ابا عبدالله. امروز پیاده شدن، روز 11 سوار شدن. امروز جوانها پیاده شدن، روز 11 زنها و بچهای یتیم سوار شدن. آی زینب صدا زد برادر حسین جان، محرم زینب رسیده وقت سواری. بر شتر من نه محمل و نه اماری. سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. با احتیاط لاله ما را پیاده کن. با احتیاط لاله ما را پیاده کن. عباس جان 3 ساله ما را پیاده کن. با احتیاط بار حرم را زمین گذار. زانو بزن و غار حرم را پیاده کن. زانو بزن و غار حرم را پیاده کن. چشم مخدرات به سمت نگاه تو، دوشیزگان محترمه در پناه تو. از این به بعد ماه حرم آفتاب باش. خیلی خاطر زینبشو میخواست. از این به بعد ماه حرم آفتاب باش. عباس جان مراقب این با حجاب باش. این دختران من که بیابان ندیدن، این دختران من همه روزم همین چند بیت التماس دا. این دختران من
که بیابان ندیدم، در عمر خیش خار مغیلان ندیدم. تو هستی و اهالی این خیمه راحت، در زیر سایت همه در استراحتن. قربون درد دلات برم حسین جان، سادات ببخشد منو. تو هستی و به روز حرم شب نمیرسد، چشم کسی به قامت زینب نمیرسد. اما همین زینب حتی امروز اصحاب به خودشون اجازه نمیدادن نگاه به پرده محمل کنن. اما همین زینب وقتی وارد شهر کوفه شد، زبون حال بگم یه نگاهی به سر بریده کرد. گفت داداش یادت راضی نمی شدی کسی به قد و بالام نگاه کنه، اما بیا ببین از من تما پذیر راهی شده. زینب تماشایی یک عده یوسفند و یک عده مریمند، احساس میکنم همه دل واپس همند. کمی روزه خودشون اینم زبون حال بگم، احساس میکنم که جوابم نمیدم. با آب گفتنم آبم نمیدم. اول مرا به نیزه ای از حال میبرم، اول مرا به نیزه ای از حال میبرن، بعدن کشان لب گودال میبرن. در این مکان تیر ز پهلو کشیدن است، از خیمه دویدن و گیسو کشیدن. راضیم و رضایت یزدانم آرزوست، از سنگ ها شکستن دندانم آرزوست. امروز فرمود عباسم، عباس جان 3 ساله ما را پیاده کن. اما چند روز بعد با اون بدن بی سرش صدا زد با احتیاط لاله ما را سوار کن. زینب بیا 3 ساله ما را سوار کن. با احتیاط خسته شدن این ستاره ما، دیگر نمانده برایشان گوشواره ها. همه بگید یا حسین. همه زنها و بچه ها رو با کمک خواهرش کلثوم سوار بر ناقه‌های عریان یا صاحب الزمان. حتی خود بی زینب کبرا کمک کرد، خواهرش کلثوم سوار بر ناقه شد. اما یه وقتی دیگه کسی نیست خودشو کمک کنه، روشو کرد به سمت گودال قتلگاه. صدا زدای محرم زینب، پاشو ببین دیگه خواهرت محرمی نداره. همه بگید یا حسین.